یک انتظار کشیدم نیامدی، انتظار خیلی سخته. اصلا این غزل با این ردیف مال امشب. یک عمر انتظار کشیدم نیامد. اصلا 3 سالم خودش یه عمر دیگه. من دارم امام زمان میخونم و به این زودی منو نبر تو روزه، بذار من مناجات بخونم. یک عمر انتظار کشیدم، تو هم بخون. دل از حیات خیش بریدم نیامدی. بعد 3 شب من باید بگم ناله بزن. بعد 3 شب باید خودت آماده بشی برای ناله زدن. مولای من پشتم شکست و اینجوری باید بشی تو انتظار تا خبری بشه. نمیتونی تو عافیت بمونی و فقط صداش بزنی. پشتم شکست و پای ز ره ماند و قد خمید. به خدا اگه به من باشه من همین یه مصرع و تا آخر مجلس ادامه میدم. پشتم شکست و پای ز ره ماند و قد خمید. آقای من کوه فراق بردم و دیدم نیامدی. جانم آخ از این یه بیت، از این یه بیت. آقا جان من اینو میخونم تو هر جوری عشقت تفسیر کن، من لال شم. مانند یک نهال که در باد خم شود. باریکلا من همینو میخونم، همه رو من نباید بگم. مانند یک نهال که در باد خم شود، از درد انتظار خمیدم. کی میای؟ نیامدی. خیلی این یه بیتش عاشقانه است. مولا طاقت ز دست دادم و صبرم تمام شد. دل را به جای جامه دریدم نیامدی. آماده اید با همین یه بیت بریم خرابه؟ تو از من جلوتریم. آخ دیگر میانه. اصلا من این غزل رو واسه این یه بیتش انتخاب کردم. دیگر میانه خانه به دوشان علم شدم. چرا؟ از بس که در قفات دویدم. دویدم
چی بگم؟ بس که دویدم عقب قافله. همتون بلدید یاد قدیمی ها، شهدا، میوندارا. بس که دویدم عقب. عاشورای ما یکیش امشبه. پای من از ره شده پر. من امشب به هیچکی نمیگم خودتو نزن. امشب همه آزادن، کسی جلو منم نگیره. امشب میری خونه صورتت سرخ شده، مادرت بگه کجا بودی، چرا اینقدر برف روخته ای؟ بگو خرابه بودم. یه دختری اینقدر کتک خورد. یه سوال میکنم بعد خودتو بزن. یه سوال، تو خیابون داری میری، یه بابایی، نمیگم دشمن، نمیگم نامحرم، یه پدری بچهشو بزنه، تو نمیری جلو بهش نمیگی نزن؟ بهت میگه بچه‌مه میخوام بزنم، به تو چه؟ میگی بچت باشه، من جیگرم میسوزه، نزن. اصلا اجازه نمیدی یه بابا بچه‌شو بزنه. آخ برات بمیرم. تا می اومدن بزننش عمه خودشو مینداخت. این امانت حسینه. نزن آی حسین. من اینجوری برم جلو نمیتونم روزه بخونم. بیارش دیگه. میگم نیارید این دوتا عموها شهید شدن، ولی خدا رو شکر باباش هست. نترس عزیزم، اینا عموهاتن همه. بیا تو بغل خودت باشه. دختر رو از بغل باباش جدا کنی میمیره. من یه توصیه، شما گوش ندید، من یه توصیه بهت میکنم، از من قبول کن. دخترتو بغلی بار نیار. بری شما گوش ندید دیگه. بری سفر اذیت میشه به خدا. الهی قربان